شما هموطنان گرامی بویژه همشهریان گرامی از کرمانشاه و همچنین هموطنان گرامی فارسی زبان خارج از کشور در رابطه با رسید کردن دریچه گاز میخواستم به شما نکاتی اعلام نمایم که شما به جایی که ببرید به باتری سازی اتومبیل شما را دیاب کنن، نیازی خودتان اگر استاد باشین نیازی به دیاب کردن نیست. شما اتومبیل زمانی که خاموش است سویچ را کاملا باز مینمایید و تخت گاز پایتان روی گاز میگذارید. در حالت 30 ثانیه نگه میدارید. این کار را 3 بار انجام میدهید. بعد از 3 بار دفعه 4م پادر از روی گاز برمیدارید و سویچ رو باز میکنید و اتومبیل خلاص باشد. یک ذره استارت میزنید و با اتومبیل شما کاملا رسید میشود.